شما ببینین امروز اکثریت میبینم در میدیا کسایی که در غرب گریختن آمدن دست جمهوری اسلامی میگن ای خوشحالی میکنن ایران از زدن. ببینین ایرانیای عزیز، تمام فارس زبان ها را سرش صدا میکنم، در کنار جمهوری اسلامی استاد شوین. هر جای کشورهای غربی و امریکایی ها رفتن در اوج اسرائیل، تمام هست و ندارش به غارت بردن، تمام دانشمندایش ترور کردن، تمام کدرای از کشور ترور کردن و با خود بردن، تاریخهایش نابود کردن، تمام نفت و گاز و کشور چور و چپاول کردن که در کنترلشان است و مردم خودش زیر فقر در آبهای اروپا غرق و در مرزهای ترکیه به مرمی خورده میشه، با هزاران دربدری در خارج میان که در اینجا مینمو کارگری کنه. باید امروز در کنار جمهوری اسلامی سربلند فارسی زبانان عزیز استاد شوین. جنگ تاریخی است. آمریکا با آزاد اعلان میکنه. آقای ترامپ میگن که من دشمن امپراتوری ایران هستم. دشمن امپراتوری ایران. اگر واقعا اون وطن فروش ها را شناسایی کرده باید به پنجه قانون بسپارین. امروز در کشور افغانستان چی حالت است؟ امروز در عراق چی حالت است؟ در لیبیا چی حالت است؟ در فلسطین چی کار کردن؟ چرا یک نفر صدایش بلند نمیکنه؟ سازمان ملل به یک نامش است. سازمان تمامی کنترلش دست امریکاست. ما براتان گفتیم که کشورهای غربی شما را میخواه برده خود کنه. برده را میفهمین؟ برده ایرانی های عزیز، فارسی زبانان، از اینکه برده یک متجاوز شوید چرا آزاد زندگی نمیکنن؟ ایران یک کشور تمدنی است. جنگی که فعلا مقابل ایران است، جنگ دنیای غرب، نابود کردن امپراتوری ایران است، نابود کردن تاریخ ایران است. ایران به تجزیه میخواه کنه. گولی از اینا را نخورین. امین ها کسایی بودن که 20 سال آمدن اینمیجا در افغانستان چقدر جنگ ما ختم کرده بودیم، باز آمدن گفتن ما برای شما دولت میسازیم. ما یک افسر نظامی استم، دیدم با ما چه کار کردن امریکایی ها. با چشمان خود دیدم که امریکایی ها با ما چه کار کردن، با ما مردم افغانستان به دست تروریست های نیابتیش سپردن. امروز شما فکر نکنین که طالبا جهاد کردن. نی برادر، طالب ها یک مرمی به طرف امریکایی ها شلیک کرده باشه شما برام بگوین. نکردن. آقای خلیلزاد وقتی که در افغانستان میرفت، در جا کلمه‌ای که در روی سفارت نوشته شده بود پاکش کردن. این اسلام است؟ چی اسلامیت داره؟ طالب هم دست نشانده امریکاست، نیروهای امریکایی است. گول از وارم نخورین و در کنار جمهوری اسلامی تان استاد شوین تا جان دارین دفاع کنین از کشورتان، تا جان دارین دفاع کنین. یک نفرتان میمونن از دولتتان دفاع کنین، در پشتشان استاد شوین. چون که دیدین آزادان دانشمند عراقی اعلان میکنه، میگه تمام دانشمندای هسته‌ای عراق کشتن. اونایی که موافقت کردن که فروختن خود مانند جنگرالای پوشالی و مانند سیاستمدارای خائن ما با خود بردن. امروز مردم لیبیا چقدر آواره است. مردم افغانستان، یمن، ویتنام چه کار کردن هم امریکایی ها؟ برین تاریخ مطالعه کنین. جنگ تاریخی است. جنگ تمدنی است. از کشورتون دفاع کنین. گولشان نخورین. فردا از ما بتر شما در بدر میشین. اونها دشمن خاک شماست، نه دشمن دولت جمهوری اسلامی باشه. دشمن خاک، دشمن نام ایران، دشمن تمام سرزمین ایران است. اینها آمدن در غرب فلان میکنه. گولی از یارا نخورین. سگ گور خودشان اینمیجا کار میکنن. حالا جای پایم نداره که در ایران بر بگرده، مجبور است که لابیگری کنن. یک کسی که اگر واقعا وطن فروش نباشه، کشورش تحت بمباران است، باز در اینجا تظاهرات کنه، خوشحال کنه، بخنده در میدیا که الان امریکا میزنه ما میریم. این صحنه غلامی وطن فروشی است. اونها را گولشان را نخورین، در کنار دولتتون استاد شوین. امروز
جهان را به شوکا آورده جمهوری اسلامی. ما به حیث یک فارسی زبان سرشان افتخار میکنم، افتخار میکنم. یادتان نره مردم ایران، در کنار دولتتان استاد شوین. جنگ تمدنی، جنگ مقابل کشورتان است، نه مقابل دولتتان. جنگ مقابل خاکتان است که از شما بگیره. ما دیدیم در جنگ، زیاد ما جنگ کردیم. شما را به الله پاک مسپارم تا برنامه بعد. خداحافظتان.